ما با عنوان گرداننده نمیخوایم حرف بزنم آقای رحمانی. ملت هم گفتن آقای رحمانی، ولی ما میگیم که قانون زیر پای کردن. شما هم قانون زیر پای میکنید. ما هرگز زیر پای نمیکنیم. مسئول از مسئولیت اینا داره. باید نماینده رئیس جمهور اینجا بخواسته. بعد از نماینده رئیس جمهور نیاز نیست. بر اساس قانون اساسی از اول سرطان دیگر مشروعیت نداره. ما میگیم تمام نظامت غیر مشروع. خب تمام نظام نامشروع، شما هم نامشروع میشین. من چی برید گفتم؟ من وقتی که از الف تا یا زیر پای شده باشه، از الف تا یا تا امین نظام باشه، 40 سال دیگه همین پارلمان تو نگاه کنه. تو انکار کرده میتونی؟ آقای رحمانی، شما خود را عالم دینم میخواهید. الحمدلله. الحمدلله. اگر میبینین یک کسی یک کار خطایی میکنه، شما هم باید خطا بکنید. اینو گفتین که خطا کردی. شما هم باید خطا بکنید. شما با عنوان عالم دین باید خطا بکنین. به برآمدن افغانستان تون جور نمیشه. از زمین به آسمان نمیره، آسمان به پایان نمیره. 100 بار ما میگیم که غیر مشروع ما میریم. ولی کو به نظامتون که ما را غیر مشروع اعلام بتونه. من امیر از سوال میکنم. ولی مردم میدونن که شما اونمو سربازش که روزی لباس وطن نداشت، همت کرد، جرأت کرد، دل به دریا زد، آمد دریشی پوشید، امروز در صف قوای امنیتی و دفاعی قهرمانانه مبارزه میکنه. سربازی که از سر جای نماز خود میخیزد، یقین داره به خدایی که او را آفریده هست کرده و امروز وظیفه مقدسی که حفاظت و حراست از تمامیت ارضی و